سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه 33. دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید یا سابسکرایب کنید به چنل که بتونید ویدیوها رو ببینید پیوسته. من تا اینجا درس دادم جلسه قبل که حالا درس که نمیشه گفت، ولی با هم سعی کردیم یه مطالب و یه نگاهی بکنیم که شما فقط آشنا باشید که دارید چی میخونید چی نمیخونید. امروز میخوایم قسمت 841.9 رو حرف بزنیم راجع به ادیشنال دیزاین کاندیشن. خیلی چیزاش ساده است، من از روش میگذرم، احتمالاً هم شما بلدید. مثلا میام اینجا، من اینو قبلا نگاه کردم، یه دونه ما یه اصطلاح پیک ترپ اینجا داریم که دیگه احتمالاً شما همه باید بلد باشید. پیک ترپ همون پیک ریسیور، پیک لانچره. اگه خطی بخوایم تمیز کنیم، یه حالت پیگ لانچر داریم که این چرا اینجوری شد که حالا کاری نداریم، اینجوریه. این البته قسمت لانچرشه و این قسمت ریسیور هم داریم که پیگ رو میندازیم اینجا و پرفشار میکنیم این طرف و تو خط لوله حرکت میکنه، تمیزش میکنه. اینجا داره به ما میگه باید برای نصب و خارج کردن پیگ طراحی ایمن ما داشته باشیم، مثلا شیرای ایزوله داشته باشیم، امکانات تخلیه فشار داشته باشیم یا ابزار دقیق و همه چی میزون باشه. اینو یادتون باشه. و بعد میاد راجبش چند تا کاندیشن میذاره که اینجا رو بهتر خودتون بخونید، من وقت رو هدر نکنم. قسمت بعدی داره راجع به ارزم موضوع شماست که پایپلاینز آن بریجز به ما میگه، یعنی خطایی که به صلاح روی پل ها رد میشن. اینجا ضریب طراحی رو میگه همیشه F رو بیاید 6 در نظر بگیرید. F رو برای بریجز میگه 6 در نظر بگیرید. کجای پرخطریه این کلاس لوکیشنش اینجوری باشه. به خاطر اینه که نیروهای ناشی از لرزش داره، تغییر دما، عبور وسایل نقلیه. اصلا یه اصطلاحی داشتیم توی مکانیک بهش میگفتیم فتیگ دیگه، خستگی پلو بخوایم در نظر بگیریم اون میگه 6 در نظر بگیریم. قسمت بعدی میایم اینجا راجع به مثلا اینکه دیکامپرشن کولینگ که خب برای فشار رو کم کردن. یکی دیزاین آف میترینگ اند پرشر فلو کنترل، اینو بلد باشید. به هر حال ایستگاه اندازه‌گیری فشار دبی خیلی مهمه اینجا. اینا میگه که باید فشار طراحی بتونه کاملا، لوله بتونه کامل فشار طراحی رو تحمل کنه. منظورش اینه سیستم‌های کنترل فشار شیرای ایمنی مناسب نصب کنیم تا از آسیب به تجهیزات جلوگیری کنه. اگه فشار بالا میره خب بالاخره خودش یه جوری کمک کنه و سیستم رو دیپرشرایز کنه. و بعد میایم اینجا قسمت پرشر فلو مثلا کنترل رو داریم اینجا. اینم بدونید که تاسیسات کنترل فشار دبیه. میگه باید شامل تجهیزات حفاظتی از اضافه فشار یا افزایش حالا فشار شیرای اطمینان، تجهیزات کنترل و اندازه‌گیری مناسب باشه. بعد یه دونه دیگه داریم اینجا که ارزم موضوع شماست که بذارید من ببینم اینو. یه نکته دیگه داشتیم راجع به HDD بود. اینجا اینم بعد خیلی HDDه Pipeline Installation by Directional Drilling. بهش میگن HDD، یعنی Horizontal، الان براتون توضیح هم میدم. Horizontal Directional Drilling یعنی دریل کردن مورب. ببین یه موقع مثلا یه خیابونی از ما یادم میاد خیابون یا مثلا این کراسینگ های خیلی بزرگی هستن. خب چون مثلا فکر کن یه جاده است، بعد خط لوله شما باید بیاد از اینجا رد بشه، بره اونور. یا حالا من بخوام جاده رو اینجوری بکشم، فکر کنید این سطح جاده است رو ما داریم نگاش میکنیم و لوله ما قراره بیاد بره. نمیتونیم یه موقعی ما فضا اینقدر این لوله مثلا این جاده پر رفت و آمده، یا اصلا اینجاها مثلا ما چند تایی مثلا لوله های مثلا گاز داریم فلان داریم، نمیتونیم جاده رو بکنیم ببریم. میایم هوریزونتال میکنیم، یعنی اینو بزنید توی الان یوتیوب ویدیوهاش هستش. یه دستگاهی میاد از این طرف، حالا از اون طرف که میخواد لوله رو، من اینو دیدم دارم میگم، مثلا میاد از این طرف
دریل میکنه زیر جاده دریل میکنه. خود جاده خیلی، این دستگاه خیلی هوشمند بود، دریل میکنه قشنگ میدونه تو چه ارتفاعی باید حرکت کنه، اینا رو قشنگ همه رو بشن، میاد اینجا میزنه بیرون. این دریله یه سر لوله رو حالا بهش وصل میکنن، حالا میکشه میبره تو، از اینجا در میاره لوله رو براتون. این خیلی سیستم قشنگی بود. مثلا من تو لوله چیز دیدم، ارزم حضور توی لوله HDP دیدم، از این لوله های پلی اتیلن بود دیدم، ولی نمیدونم توی لوله کربن سه اتفاق میفته. 100% میفته. ولی این طراحی این کراسینگ ها و اینا کار مهندسای سازه است. مثلا استراکچرال تیم ما این کارو میکرد، ولی تو یکی دو مورد من دیدم که کمپانی می اومد مثلا به من میگفت که آقا ما اینجا یه رودخونه داریم، یه رودخونه خیلی بزرگی داریم، میخوایم اینو از اینجا ببریم به این طرف، میتونیم اینو ببریم؟ که بعد ما مثلا به ما 2 تا نقطه داد، مثلا گفت این فاصلهش با مثلا رودخونه 5 متر باشه، اینجا مثلا فاصلهش 7 متر باشه، میتونیم اینو ببریم؟ که بعد ما حساب کردیم گفتیم نه آقا، این 7 مترتون اوکی میتونید برید، ولی اون طرف 5 متر نباید باشه، اون طرفتون مثلا باید بشه مثلا 14 متر، مثلا دارم میگم ها. اینجوری باشه. این محاسبه داره که این چه جوری میره. محاسبهشو میتونید توی، اگه اشتباه نکنم ASTM این محاسبهش 1960 یه همچین چیزی، بزنید HDD ASTM بهتون میگه، فکر کنم 1960 بود بهتون میگه. محاسبه داره، اکسل شیتش هم تو این گروه ها بچه ها گذاشتن، میتونید چک کنید. مثلا اصلا چرا دوباره میخوایم HDD کنیم؟ یه موقع هست شما قرار لولتون از زمین یه آدمی رد بشه، این آدم خیلی آدم ناکوکی بود، راه نمیده، میگه آقا من نمیذارم این لولتون از تو زمین، هر کاری کنید نمیذارم رد بشه. ما می اومدیم ناچارن این HDD میکنیم، میریم اون طرفه، خط لوله رو از زمین این بابا رد میکنیم که اصلا هیچ وقت باهاش به اصطلاح چشم تو چشم نشیم. این برای HDD بود. همه این چیزایی که گفتم فکر کنم اینجاها نوشته باشه برایش. یه چیزی اینجا میرسیم بهش، من خودم خیلی این فرمولا احتمالاً آدما رو، بچه‌ها رو میترسه. آقا این چیه اصلا؟ این چی میخواد بگه؟ این MAOP چیه؟ MAOP سایکل چیه؟ این سایکل دیگه. تعداد سایکل ها رو ما همیشه با N نشون میدیم، میدونی که با نامبر حالا یا هر چیزی هست. من براتون مثال میزنم. این n به ما چی میگه؟ بذارید من براتون اول اینجوری بگم و بعد مثالشو بزنم. n به ما میگه خب این قرار شد تعداد سایکل باشه یا تعداد سیکل باشه، حالا علامتون میگم. یعنی لوله ما یه لوله داریم، چند دفعه این لوله تو طول عمرش میتونه MAOP رو تجربه کنه قبل از اینکه فیل بشه. این داره به ما اینو میگه. هیچ ربطی هم به هیچ چیزی نداره. این ربطش که یه چند تا عدد داریم، ببینید ما SI یونیت این کاستمریشه، این SIشه که خب من خودم با SI خیلی حال میکنم، طبیعیه. به هیچ چیزی ربطی نداره، به این که نمیدونم لولم چه جوری باشه، نمیدونم زمینم چه جوری باشه، نداره. به یه دونه F داره که همون دیزاین فاکتور است که بهتون گفتم از تیبل الان دیدیم اونجا. این که خب equivalent number of cycle میدونیم چی. S specified minimum yield strength یعنی مقاومت مصالح یا مقاومت تنش تسلیم اون ماده است، و T هم که نومینال سیکنسشه. پس یعنی نمیدونم به لوله من ارزش چقدره یا طولش چقدره اینا نداره. بذارید یه مثال براتون بزنم قبل اینکه این جلسه رو تموم کنم متوجه بشید که چیه. فکر کنیم که مثلا یه لوله داریم، اودی لوله ما از چقدر، مثلا حساب یه لوله 12 اینچه 600 میلی متر. بعد تیکنسش رو میزنیم، حالا یا تیش، حالا من نوشتم TH که نمیدونم چرا میکنمش تی. تیکنس لوله ما میگیم آقا 12 میلی متره. و بعد میگیم که مثلا تنش تسلیم اونم اسمونم هست مثلا 360 MPa. ضریب طراحی هم یه ضریب طراحی بهش بدیم، بگیم فکر کنیم مثلا لوله همون روی الان پله که بهتون گفتم 6 دهم حساب کنیم، 6 دهم حساب کنیم. میگه ما باید با این مقادیر حساب کنیم دیگه. این مقادیر دیگه خیلی جاگذاری راحته، فقط این تقسیم نیم داره رو بذارید تو ماشین حساب بزنید دیگه. این که میشه 9 و 8 ضرب در 10 به توان 11 تقسیم بر F مون که شد 6 دهم ضرب در S مون شد 360 MPa، همه این به توان 3 ضرب در تیمون زخامتمون هم که 12 میلی متر، اینم به توان نیمش کنیم. اینو بذارید n سایکل ما در میاد حدوداً 28,000
70 میلیون. یعنی میگه این لوله‌ای که ما اینجوری داریم 28000 بار تو طول عمرش میتونه شرایط ماکسیموم allowable operating pressure رو دیگه میدونید دیگه ماکسیموم دیگه allowable operating pressure MAOP رو تجربه کنه قبل اینکه فیل بشه. به همین سادگی. حالا نمیدونم، بازم میتونیم مثلا بگیم این لوله میتونه 28000 بار MAOP رو تجربه کنه بدون اینکه مثلا خطر خستگی بحرانی داشته باشه، یه همچین چیزی. اینو گفتم براتون مثال بزنم. قسمت بعدیمون داره راجع به protection of pipelines from hazard، یعنی جلوی خطر رو بگیریم برای خط لوله، نذاریم یه موقع تو خطر قرار بگیره. منظور چیه؟ مثلا آقا یه موقع می‌بینید لوله‌تون توی منطقه قرار گرفته که خطراتی داره، مثلا رانش زمین داره، این منطقه اصلا سیل میاد، میدونید که جنوب ایران سیلای بدی میزنه تو فصل‌های مثلا مختلف، حالا علل خصوص تابستون. فرسایش خاک داریم، رودخونه طغیان میکنه. این لوله باید همیشه سیف باشه. چجوری ما باید به عنوان یه طراح ما باید اینو، لوله که خودش سیف نیست، ما باید اینو براش درست کنیم؟ مثلا استفاده از پوشش محافظتی. یکیش این که پوشش محافظتی براش قرار بده. ای بابا، محافظتی. مثلا انکر روش نصب کنیم، نذاریم لوله تکون بخوره. اگه مثلا میبینیم اونجا باد زیاد میاد، براش مثلا لرزشگیر بذاریم، بهش میگن استریکس یا بهش میگن ورتکس شرینگ، براش نصب کنیم. مثلا بوینسی داره، لوله ممکنه شناور بشه تو آب. میگه آقا برای شناور شدن هم راه داره، بیایم مثلا روی لوله یه چیزایی وصل میکنن بهش میگن ستان ویت. ستان ویت یعنی وزن لوله رو سعی میکنن بیشتر کنن. ستان ویت یعنی وزنه هایی مثل بوتونه روی، اگه بزنید توی گوگل میبینید چیه، روی لوله قرار میدن که باعث شناور نشدن لوله میشه. کانکریته، وزنه میذارن روش، نمیدونم کانکریت انکر میذارن روش، اصلا ضخامت رو زیاد میکنن. اینکریز وال thickness، وال thickness میذارن، ضخامت رو زیاد میکنن که لوله شناور نشه. استیل انکر میذارن روی لوله، بکفیل میکنن. این بکفیل هم خیلی مهمه، یعنی بکفیل میکنن، این لوله رو روشو میپوشن. مثلا یه چیزایی بهش میذاشتن، لتکس میذارن رو لوله. یه پارچه است، این لوله ما هستش، اینا یه پارچه لتکسوریه، میان اینجوری میذارن روی لوله که این لوله رو اینجاشو اون وقت محکم میکنن، اینجاشو محکم میکنن. این لوله انگار دیگه یه چیزی روشه دیگه، مثل اینکه یه آدمی خوابیده زیر پتو رو این ور اون ور صفر کردی، آدم نمیتونه بلند شه، این لوله اون آدم است. بعد دیگه معمول‌ترین راه همون کانکریت ویت میذارن که بتونن جلوی بیانسی رو بگیرن. بعد دیگه ارزم بزرگ تو که 841 راجع به میگه cover clearance and casing requirements for buried steel pipelines. برای لوله‌های مدفون چی کار میکنن؟ برای لوله‌های مدفون هم که همین راهایی که الان داشتیم میگفتیم همینه دیگه. مثلا میایم یه پوشش خاکی، ما حتما راستی این پوشش خاک رو یه اصطلاحی داریم که بهش میگیم DOC، که بهش میگیم depth of cover. اینو یادتون باشه حتما، depth of cover. عمدتا من ندیدم مثلا، حالا اینجا داره میگه 610 میلی متر بذاریم، ولی ما همیشه depth of coverمون دیدم تو این پروژه‌ای که مثلا من داشتم با چند وقت اخیر با HTP کار میکردم 800 میلی متر بود. البته تا 2000 هم رفتیم، یعنی فکر کنید 2 متر لوله depth of cover داشت، 2800 هم رفتیم، جایی بود که 2800 میلی متر، 2 متر و 80 به اندازه قد آدم زمین رو میکن لوله رو بذارن. من یه مدت سر پروژه‌های این کامپرشن استیشن بودم که لوله رو میومدن به هدر وصل میکردن گاز. این به عنوان یه پایپلاین کار، الان بهتون گفتم جلسه قبلی، حالا این جلسه بود که راوت فایندینگ کار خیلی مهمیه ما باید انجام بدیم. مسیریابی، ما یه جایی مثلا مسیریابی کرده بودیم، خب حالا شما نقشه توپوگرافی لند رو بهتون میدن که ببینی، ولی واقعا اون هم باز به ما اون بالا پایین رفتن و یه جاهایی میره اصلا فقط مثلا این جرثقیل یا حالا مثلا اکسکاویتر اصلا راه نداره بره بکنه. درسته جاده اینجا هستش ولی این طرفش کوهه، این طرفش هم کوهه،
اینجا منظور 4 تا آدم فقط راه، اصلا اکسکاواتور نمیرفت، یا مثلا بخوای یه جای های پوینت ولت وصل کنی نمیتونی. خیلی دید خوبی به شما میده اگه یه روز برید سایت، اگه یه موقعی اتفاقی افتاد که مثلا بهتون گفتن برید سایت، یکی بره چند روزی بره سایت، دیدم بچه ها خیلی مقاومت میکنن میگن نمیرم. من خودم بودم که همیشه رفتم دیدم، که من خودم هنوز خیلی بلد نیستم و هنوز خیلی شاگردم، شاید شاگردم نباشم، ولی حتما برید ببینید تو سایت چه اتفاقی میفته. مثلا یه جایی بود که ما میخواستیم یه های پوینت ونتی ببخشید یه درینی میخواستیم توی سایت بذاریم که اون درینه چند تا چیز داشت، به اصطلاح چند تا مثلا چی بهش میگن مدل مختلف داشت. مثلا مدل 1 داشت، مدل 2 داشت. مثلا اونی که طراحی کرده گفته آقا مدل 3 این LPD رو بذارید، لو پوینت درین رو بذارید. ولی وقتی که من رفتم سر سایت، اون بچهای سایت میگفتن آقا ما رو حتی تو مثلا هزاپا نبردن، اگه ما رو میبردن، اگه قرار بود مدل 5 رو بذاریم این LPD خیلی راحت بود نصب کردنش. بعد حالا ناچار بودن RFI بزنن آقا ما میخوایم مدل 5 بعد اون یارو بپرسه حالا چرا میخواید مدل 5 استفاده کنید، یا باید توضیح بدن آقا این نصبش برای ما تو سایت خیلی راحت تره. میگم این چیزها رو باید حتما، یه چیزایی هستش که آدم ببینه و یاد بگیره. این برای این قسمت. اینم که دیگه جدول مقدار پایپلاین کاور ریکوایرمنتس رو داره با ما، چقدر آقا پایپلاینمون پوشیده بشه. داره با ما میگه که مثلا اگه کلاس 1 باشه 610 میلی متر بذارید زیر خاک، برای دی ان 500 یا اسمالر انقدر، برای دی ان نمیدونم لارجر انقدر، نورمال اکسکیویشنمونه این برای سایزا رو داره به ما میگه. و دیگه این برای این قسمت. و من این قسمت 841 رو دیزاین ریکوایرمنت فور پیگینگ. پیگ هم که دیگه الان بهتون گفتم، پیگ لانچر، پیگ ریسیور داریم ما براش، میایم نصب میکنیم و به صلاح میریم پی کارش دیگه. این برای پیگ لانچر، پیگ ریسیور بود. بذارید در این جلسه استوب کنیم تا جلسه بعدی رو ادامه بدیم. فعلا خداحافظتون باشه.